خب ما فرض رو بر این میذاریم که شما تو یک مسیر حرفه‌ای قرار گرفتید و الان احساس میکنید آماده هستید که بتونید برای جایی کار کنید یا به صورت پروژه‌ای فعالیت داشته باشید، ولی نمیدونید چی کار باید بکنید چون نمونه کار ندارید، فعالیتی برای جایی نداشتید، سوابق مرتبط عملا ندارید. الان یکی مثل شما چی کار باید کنه با این وضعیت؟ تو این استیج شما باید بدونید که درست یک مهارت تخصصی پیدا کردید، ولی مهارت تخصصی به تنهایی برای اینکه پروژه فریلنس داشته باشید یا برای جای کار کنید یا حتی بیزنس خودتون داشته باشید اصلا و ابدا کافی نیست. از کجا شروع کنید؟ اول از همه شناخت خودتون رو باید خوب بشناسید، اینکه چطور آدمی هستید، ببینید فازتون دقیقاً چیه. این قضیه خیلی مهمه، اینکه حوصله و انرژی داری یا نداری، میخوای چه مدلی فعالیت کنی، کارمندی دوست داری یا نه، دوست داری فریلنس کار کنی یا بیزنس خودت داشته باشی. اینا مهمه. اینکه تکلیف خود رو با خود مشخص کنی به شدت مهمه. تا تکلیف خود رو با شخص خود مشخص نکنی نمیتونی کار درست رو انجام بدی. باید هدف داشته باشی.